درود دوستان، توی این ویدیو اومدیم بهتون توضیح بدیم که اسکندر مقدونی چگونه به ایران حمله کرد و چطور توانست بر لشکر بزرگ هخامنشیان آن زمان پیروز بشه. پس با ما همراه باشید. مقدونیه در شبه جزیره بالکان واقع شده. در اون زمان دو نژاد در مقدونیه زندگی میکردن. نژاد اول از قوم هند و اروپا که زمان اومدنشون معلوم نیست و دومیش از مهاجرهای یونانی بودن. مردم اولی از یونانی ها قدیمی تر بودن و در کوهستان ها ساکن بودند و یونانی ها در جلگه ها و در کنار دریای بحرالجزایر بودند. اهالی مقدونیه بسیار رشید ولی دارای اخلاق و عادت های خشن بودند، جوری که اگر کسی دشمنش رو نمیکش در بین نزدیکان مرد حساب نمیشد و به زبان خودمونی بگیم او رو هیچ تحویل نمیگرفتن. اولین پادشاهی که مقدونیه رو بزرگ و قوی کرد فیلیپ بود که از سالهای 359 قبل از میلاد تا 336 قبل از میلاد زندگی میکرده. این پادشاه تشکیلاتی به مقدونیه داد و لشکری برای اون درست کرد که جزو بهترین لشکرهای اون زمان شد. بعد با دولت‌های یونانی شروع به جنگ کرد و آنها رو تابع خودش کرد و سپس میخواست که با ایران بجنگه و یونانی ها رو برخلاف میل باطنی آنها مجبور کرد که او را به سپهسالاری کل لشکر یونان برای جنگ با ایران انتخاب کنند. ولی موقعی که عازم ایران بود کشته شد. اسکندر هم بعد پدرش بر تخت نشست و همون خیالهای پدرش رو داشت و 2 سال بعد هم این خیالهاشو عملی کرد. حسن پیرنیا دلیلهای لشکرکشی فیلیپ و اسکندر رو این چنین بیان میکنه: گرفتن انتقام از ایرانیان در ازای لشکرکشی خشایارشا به یونان و کوتاه کردن دست ایران از مداخلات در امور این مملکت و القای فرمان اردشیر سوم. اینها جهات ظاهری بودند ولی در باطن ما آتش جهانگیری اسکندر رو میتوانیم مشاهده کنیم. همینطور که میتوانیم در تاریخ بخوانیم که اسکندر بعد از هخامنشیان به سراغ هند هم میره و اگر نمیمرد خیلی راحت به کشورهای دیگر هم حمله میکرد. میریم سراغ اولین جنگی که اسکندر با ایرانی ها داشت. جنگ گرانی. در بهار 334 قبل از میلاد اسکندر از تنگه دارنادل گذشت و وارد آسیای صغیر شد و جنگ اول کنار رود گرانی که به دریای مدیترانه میریزد روی داد. یه نکته درباره این رود گرانی که بهتون بگم که این رود الان به اسم کجاسو هست. لشکر ایران در اینجا تشکیل شده بود از 20,000 نفر پیاده نظام و 20,000 نفر سوار نظام سلاح سنگین ایرانی. ممنون یکی از سردارهای یونانی که در خدمت ایران بود عقیده داشت که اسکندر به داخل ایران بیاد و لشکر ایران از جنگ با اسکندر اجتناب کنه و منظما عقب نشینی کنه و اسکندر رو به داخل ایران بکشونه و در راه هرچی راه منبع غذایی هست و مصدوم کنه و از اون طرف دولت هخامنشی با لشکر بسیار قدرتمندی که داره آنها رو محاصره کند و در جا همشون رو قلم کند. اما رئیس لشکر وقت آن زمان این نقشه رو برخلاف روش و راهها و معرفت جنگی ایرانی ها دید و اونها رد کرد و لشکر ایران در کنار رود گرانی صف شد. یه نکته‌ای بتونم بگم، این منابع از تاریخ ایران بیشتر از مورخای یونانی اومده. یعنی ما ممکنه یه سری از جاها ببینیم که یونانی ها حتی به ایرانی ها خیلی کمک کردن. ممکنه اینجور چیزی وجود داشته باشه و ممکنه اینجور چیزی وجود نداشته باشه. پس ما باید با فکر و تعقل خودمون اینها رو تشخیص بدیم که درست هستن یا نه. در ابتدای جنگ به نظر می اومد که ایرانی ها پیروز خواهند شد، زیرا تیراندازان ایرانی بسیار تلفات به صفهای لشکر دشمن وارد نموده بودند. ولی وقتی سپاه اسکندر از گرانی گذشته خود را به صفهای لشکر ایرانی زدند و آنها نتوانستند مقاومت کنند، به خصوص که اسکندر به قلب لشکر ایران حمله کرد و مهرداد داماد داریوش سوم را به زمین افکند و او را کشت. سپاهیان ایرانی از این واقعه روحیه‌شون متزلزل شد و فرار کردند، ولی اسکندر اونها رو تعقیب نکرد و بلکه به یونانی هایی که در ذخیره بودن پرداخت و با اونها جنگ کرد. با این وجود یونانی ها پافشاری کردند و چون کمکی به آنها نرسید به استثنای 2000 نفر که اسیر شدند بقیه در جنگ کشته شدند. میرسیم به جنگ دوم، جنگ ایسوس سال 333 قبل از میلاد. در ایسوس نزدیک خلیج اسکندرون داریوش سوم
انتظار ورود لشکر رو داشت. اگر لشکر ایران در اون زمان به فرماندهی یک سردار باهوش و با جسارت بود، اسکندر در خطر بزرگی میافتاد. ولی حضور داریوش سوم مانع از گرفتن نتیجه شد. همونطور که بهتون بعداً توضیح میدم، میبینید که داریوش سوم با وجود اینکه تقریبا میشه گفت پادشاهی باهوش هم بوده، چه خرابکاری هایی در جنگ میکنه. داریوش سوم از کوههای آمان عبور کرد و در ایسوس اردو زد و پشت لشکر اسکندر درآمد. انتشار این خبر در جهان آن روز بسیار واکنش داشت، چنان که در آتن شروع به شادی و جشن کردند، چون مطمئن بودن روابط اسکندر مقدونی با آنها قطع شده و حتما اون شکست میخوره و اصلا دیگه مقدونی وجود نداره و دوباره یونان جزء قدرت‌های بالکان میشه. ولی اسکندر همین که این وضع رو دید، جبهه لشکر خودش رو برگردون و دوباره به سپاهیان سنگین اسلحه ایرانی حمله کرد. داریوش سوم چون حمله این مقدونی ها هم دید، خودش فرار کرد. برای اینکه اسکندر به شاه نرسد، در آن زمان ایرانی ها خیلی فداکاری کردند و خیلی برای اینکه بتونه شاه فرار کنه کشته شدن. یک نکته بگم درباره این، واقعا خودم الان همینجوری موندم. خب به عنوان پادشاهی که آقا خب تو توانایی جنگ نداری، یک سردار خوب، یک سردار معتمد بذار برای جنگ سر این قضیه تو شکست نخوری. تو که توانایی جنگو نداری برادر من، چرا میجنگی؟ واقعا من این علت رو تو اون زمان درک نکردم. ولی خب 2000 و تقریبا 300 سال پیشه و اتفاقات اون زمان رو ما نمیتونیم دقیق بدونیم، اما متن‌هایی که از منابع اون زمان اومده داریوش سوم رو اینجوری توضیح میده که به نظر من پادشاهی بسیار عجیبی بوده و مقصر اصلی شکست ایرانیان همین داریوش سوم بوده، در حالی که ما یک ویدیو هم درباره داریوش سوم ساختیم که از اقدامات اون هم گفتیم، یه سری سرکوب‌ها، شورش‌ها رو خوابون. خلاصه بریم هم سراغ ویدیو، زیاد طولش ندیم. در نهایت لشکر ایران شکست خورد. تعداد سپاهیان داریوش سوم رو در این جنگ 600,000 نفر نوشتن. جزو این عده 30,000 یونانی هم اجیر بودن. اجیرهای یونانی بعد از اینکه سپاهیان ایرانی مقاومت خودشون رو از دست دادن، به سمت کوه رفتن و موضع خودشون رو محکم کردن و مقدونی ها جرئت نکردن که اونها رو تعقیب کنن. یکی از دلیل‌های شکست لشکر ایران رو به جز حضور پادشاه این میدونن که میدان جنگ بین دریا و کوه واقع شده بود و تعداد زیادی از لشکر ایران به کار نیفتاد. یعنی اون 600,000 نفر لشکر بوده بین دریا و کوه بوده، یعنی یک برنامه‌ریزی تاکتیکی افتضاح. بالاخره دیگه اشتباه کردن که شکست خوردن. هیچ وقت کسی بدون اشتباه شکست نمیخوره دیگه. آرمنیون یکی از سردارهای اسکندر چادر داریوش سوم که مادر، دو زن، دختر و خواهر او در آن بودند با غنایم بسیار تصرف کرد و داریوش سوم در اثر این شکست بزرگ و اسیر شدن خانواده‌اش درخواست صلح به اسکندر داد. شرایط صلح این بود: ایران 10,000 تالان که معادلش رو در صفحه می‌بینید به اسکندر بپردازد و تمام زمین‌ها از دجله تا دریای مدیترانه یا دریای مغرب به مقدونی‌ها واگذار شود. سوم هم داریوش سوم دختر خود را به اسکندر دهد و در ازای این گذشت‌ها صلح کند و خانواده داریوش سوم رو آزاد کنه. اما اسکندر این شرایط را نپذیرفت و گفت اسرا، غنایم و تمام چیزهایی که بر اثر فتح او به دست اومده مال خودشه. و میشه گفت اسکندر دیگه وقتی وضع ایران رو دیده گفته آقا ممکنه پیروز شو، اینجا هم ریسک بزرگی میکنه که ریسکش هم جواب داده متاسفانه. پس از اون اسکندر به سمت جنوب حمله کرد و برخی از سرزمین‌ها مانند سوریه و فلسطین رو فتح کرد. میرسیم به آخرین جنگ، یعنی جنگ گوگامل یا گوگمل. اسکندر قبل جنگ گوگامل یا گوگمل به مصر رفته بود. برخلاف فلسطین و سوریه، در مصر او را با آغوش باز پذیرفتند و حتی او را پسر خدا گفتند. اسکندر هم که از بچگی پدر مادرش به او پسر خدا میگفتن و باورش شده بود. خلاصه اسکندر از سمت مصر به سمت رودخانه فرات رفت و از رود گذشت و وارد بین النهرین شد. پس از آن از دجله گذشت تا نزدیک نینوای سابق یعنی اربیل کنونی به لشکر داریوش سوم برخورد. از زمان عبور لشکر اسکندر از فرات تا
ورود آنها به گوگامل فرصت‌های خوبی برای داریوش پیش آمد، ولی او از این موقع‌ها هیچ استفاده‌ای نکرد. اولا جرگه بهن‌النهرین برای عملیات سوار نظام ایرانی بسیار مساعد و به سبک جنگ و گریز ایرانی‌ها بسیار می‌خورد. صدمات زیادی به لشکر اسکندر وارد می‌کرد و حرکت آنها را حداقل کند می‌کرد و شاید هم همونجا شکستش می‌دادن و تمام شده می‌رفت. طوری که همین پارتی‌ها سلسله بعد هخامنشیان اگه سلوکیان رو حساب نکنیم، در همین جاها چند قرن بعد لشکر رومی‌ها رو بیچاره کردند و پیروز شدند. اما داریوش سوم از این فرصت هم استفاده نکرد. نکته دوم که بسیار من وقتی اینو دیدم برام جالب بود این بود که آب دجله در اون زمان تند و عبور از اون مشکل بوده و لشکر ایران با داشتن تیراندازان ماهر میتوانست مانع عبور لشکر اسکندر شه یا حداقل تلفات بسیار زیادی وارد اون کنه. واقعا بسیار عجیبه که چرا داریوش سوم از این فرصت ها استفاده نکرده. گوگامل جنگی بود که برای مرتبه سوم بین لشکر ایران اسکندر روی داد. سپاه ایرانی 1 میلیون نوشتن، ولی مورخانی چون حسن پیرنیا این رو اقرار می‌کنن ولی کمتر از اینها بود، یعنی همون حدود 600,000 نفر. در این زمان چند فیل جنگی هم در جنگ بود. لشکر ایرانی ها در این دفعه آماده تر بودن و وقتی جنگ در گرفت ایرانی ها در بعضی از قسمت ها مقدونی ها رو شکست دادن، ولی باز هم داریوش سوم بذارید خلاصه بگم گند زد. حالا چرا؟ اسکندر وقتی قدرتمندی لشکر ایرانی ها دید و وقتی دیداش شکست میخورد به جایی که داریوش سوم بود حمله کرد. داریوش سوم همین که دید در نزدیکی او داره جنگ میشه فرار کرد و فرار قسمتی شد و کم کم به قسمت های دیگر هم سرایت نمود و جنگ به خاطر این حرکت پادشاه به شکست ایرانیان منتهی شد. ولی باز هم در بعضی از قسمت ها پیشرفت 100% با لشکر ایران بود. واقعا حرفی نیست. بریم ادامه. بعد از جنگ اسکندر داریوش سوم رو به مسافت 17 فرسنگ از جای نبرد تعقیب کرد. بعد به بابل رفت و مانند کوروش بزرگ دست مجسمه بلمردوک رو گرفت و حکم کرد معابدی رو که در زمان خشایارشا خراب کرده بودند تعمیر نمایند. توضیح بدیم که اسکندر موقعش مشروعیتی نداشته بین بابلی ها هم در اون زمان ایرانی بودند دیگه، یعنی تقریبا 230 سال بوده که داشتن توی ایران حکومت هخامنشیان زندگی میکرد. اسکندر برای اینکه برای خودش مشروعیت به دست بیاره با توصیه‌های فیلسوف‌های معتمد خودش مانند ارسطو و غیره که فیلسوفای توانمندی بودن و توی تاریخ مثال زدنی هستن، در کارهایی که بتوانه مشروعیت به دست بیاره بسیار ساده این کارا انجام میده که همینجا هم باز مشاهده میکنید که از سرکوب خشایارشا اومده استفاده کرده و به نفع خودش شرایط رو تمام کرده که مردم بابل اونو بپذیرن. اسکندر پس از اینکه به بابل رفت به شوش اومد و مقدار بسیار زیادی در خزانه شوش پیدا کرد به مقدار 50,000 تالان طلا که معادلش رو در پایین صفحه میبینی. اسکندر پس از شوش به پرسپولیس یا تخت جمشید امروزی رفت. بعد از ورود به پرسپولیس اسکندر کشتاری در شهر را انداخت و قصر شاهان هخامنشی را آتش زد. مردمی را برده کرد تا مردم ایران بفهمند که سلطنت هخامنشیان خاتمه یافته و انتقام خودش را در ازای آتشی که به شهر آتن زده بودند در زمان خشایارشا بگیره. در اینجا علاوه بر ذخایر خزانه 120,000 تالان به تصرف اسکندر درآمد. پس از پرسپولیس اسکندر به کوهگیلوی رفت، دچار مقاومت شدید آریوب برزن و سپاهیان او شد. مقدونی‌ها از جبهه روبرو نتونستن بر آریوب برزن و سپاهیانش پیروز شوند و سپس از راه‌های مخفی و گور راه‌ها توانستن پشت لشکر آریوب برزن رو بگیرن و از دو طرف اونها رو متاسفانه قلقم کنن. پس از تسخیر پرسپولیس اسکندر به همدان امروزی رفت. در آنجا خزانه خود را که تقریبا 180,000 تالان بود گذاشت. 6,000 مقدونی برای محافظت از آنجا گذاشت و خودش از راه ری امروزی برای تعقیب داریوش سوم حرکت. وقتی تو شکست میخوری و فرار میکنی از جنگ فکر نکن که زنده میمونی، من افتاد دنبال. وقتی که اسکندر به نزدیکی دامغان امروزی رسید شنید که بسوس والی باختر یا شرق اون زمان ایران داریوش سوم رو گرفته. اسکندر سریع به اونجا رفت، اما همین که بسوس از آمدن اسکندر مطلع شد به داریوش سوم زخم عمیق زد رو فرار کرد و اسکندر وقتی رسید داریوش سوم فوت کرده بود. روایت زرتشتی میگن که اسکندر پس از تسخیر ایران اوستا رو از گنج شاپیکان به دست آورده و امر کرد بعضی از قسمت‌های آن که راجع به طب و نجوم بوده و به زبان یونانی ترجمه کنه
و باقی رو توی آتش بندازن و هنوز که هنوزه محققین نتوانستن معلوم کنن که گنج شاپیکان کجا بوده. خب این هم یکی از قسمت‌های مجموعه تاریخ ایران بود. امیدوارم خوشتون اومده باشه. سعی کردیم توضیحات کاملی از منابعی مانند کتاب حسن پیرنیا که باعث افتخار ما هست که چنین کتابی توسط یک ایرانی نوشته شده توی این ویدیو بیاریم و از کتاب رومن گریشمن که یک نویسنده خارجی هست آورده شده. اگر نکته اضافی هست که به نظر شما برای بقیه میتونه جالب باشه حتما توی کامنت ها بنویسید که ما هم از اونها بهره ببریم و حتی شاید ازش یک ویدیو کوتاه درست کردیم تا افراد بیشتری هم بفهمن. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید چون ما تقریبا هفته‌ای 2 یا 3 ویدیو میذاریم و ویدیو کوتاهمون رو هر روز منتشر میکنیم. در این مجموعه ما سعی کردیم تاریخ ایران رو از ابتدا تا انتها توضیح بدیم. این قسمت سوم این مجموعه بود و قسمت بعدی در صورت منتشر یافتن که درباره حکومت سلوکیان هست در این بالا پیشنهاد داده میشه و میتونید برید ببینید. اگه نکته‌ای در ادیت، گویندگی یا هر چیز دیگه‌ای پیشنهاد داشتید حتما در کامنت ها بگید و ویدیوها هم لایک کنید. با سپاس از شما. بدرود. امیدوارم روز خوبی داشته باشید و اگر هم شب هست شبتون خوش.